ضمن برگزار نمودن چهارمین‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 62 ساله ساکن شهر ترسونزاده سال 2014 باعث رهبر کپراتیو تجارتی به نام عظمت کار و فعالیت نموده با روی فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر مذکور درآمده از او به مبلغ $3000 امریکایی گرفته است. نام برده به جبر دیده وعده داده است که شرکت کپراتیوی تجارتی مذکور را به نامش میگذراند، اما مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده او را فریب داده است. نسبت گمان به شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت جوان 25 ساله ساکن شهر خوجند آغاز کرده شده است. نام برده از 27 فوریه سال 2023 تا 4 اپریل سال 2023 با روی فریب به باوری جوان 24 ساله ساکن شهر مذکور درآمده از او 3 عدد افت تمغه های BMW X6 اوپل زفیرا و اوپل استرا را به مبلغ 255,000 سومانی خریداری نموده همچون نسیه گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. همین طریق نام برده ماه فوریه سال 2023 به باوری جوان 24 ساله ساکن ناحیه ظفرآباد درآمده از او 60,130 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.